به نظر شما اول مرغ بوده یا تخم مرغ؟ این سوال یکی از بزرگترین اسرارها در جهان هستیه که سالهاست افراد مختلفی رو به خودش مشغول کرده. اولین کسی که این سوال رو به وجود آورد تاریخدان یونانی به نام پلوتارک بود. همین سوال کوچیک اونقدر بزرگ بود که سوال اساسی تر اون دوران رو به شدت تحت شعاع خودش قرار داد که آیا جهان آغازی داشته؟ در اون زمان ماکروبیوس دانشمند یونانی نوشته که ارسطو به وضوح به این سوال فکر می‌کرده اما پاسخ دقیقی برای این سوال نداشته. اما در کتاب فرانس و فنلون که موضوعش در مورد دیدگاه فلاسفه در دوران باستانه نوشته شده که ارسطو اعتقاد داشت که امکان نداره اول تخم وجود داشته باشه و بعد پرنده از اون بیرون اومده باشه و یا اینکه اول پرنده‌ای وجود داشته که تخم گذاشته باشه، چون خود پرنده از تخم پدید میاد. افلاطون هم نظریه ارسطو رو تایید میکرد و به این نتیجه رسیده بود که اول تخم مرغ بوده، بعد مرغ از اون بیرون اومده. اخیراً گروهی از دانشمندان دانشگاه ژنو در سوئیس معتقدند که بالاخره تونستن پاسخ قطعی این معما رو کشف کنن. اونها موجودی تک‌سلولی به نام کروموسوفا اراپیریکینسی را که سال 2017 میلادی در رسوب‌های اطراف هاوایی پیدا کرده بودند و با دقت بیشتری بررسی کردند و فهمیدن قدمت این موجود به حداقل 1 میلیارد سال پیش از اینکه اولین حیوانات روی این کره خاکی پیدا بشن برمیگرده. دانشمندان با بررسی این تک‌سلولی در کمال تعجب فهمیدن که سلول‌های کروموسوفا اراپیریکینسی پس از رسیدن به اندازه حد اکثری بدون رشد بیشتر تقسیم میشن و کلونی‌های چند سلولی رو تشکیل میدن که شبیه به مراحل اولیه رشد جنینی حیوانات هستند و بیانگر اینه که برنامه‌های ژنتیکی مرتبط با توسعه چند سلولی پیچیده بیش از 1 میلیارد سال پیش وجود داشتند. در اصل این کشف نشون میده خود طبیعت ابزارها و کدهای ژنتیکی داشته که تونسته جنین یا تخم حیوانات رو مدت‌ها قبل از اینکه خود این حیوانات شکل بگیرن و بسازه یا به نوعی ابداع کنه. یعنی یک تک سلولی در سالیان دراز تکامل پیدا کرده و به یک چند سلولی تبدیل شده و کم کم در تقسیمات بیشتر تونسته بافت تخم‌های اولیه رو پدید بیاره. پژوهش‌های قدیمی‌تر نشون داده که تخم مرغ به گونه‌ای که امروز اونو میشناسیم 300 میلیون سال پیش به وجود اومده. دانشمندان به این نتیجه رسیدن که احتمال زیاد موجودات تک سلولی دیگری هم وجود داشتن که تونستن ساختارهای چند سلولی بسازن. پس میشه نتیجه گرفت که اول تخم مرغ به وجود اومده و بعد در مسیر تکامل مرغ به وجود اومده. این کشف کمک بسزایی به دانشمندان برای مطالعه در مورد توسعه تکثیر سلول‌های پیچیده میکنه و میتونه توضیح جدیدی برای یک بحث علمی طولانی مدت در مورد فسیل‌های 600 میلیون ساله که شبیه جنین هستن ارائه کنه و مفاهیم سنتی چند سلولی رو به چالش بکشه. با ما همراه باشید با کانال زیرخاکی.